درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. بعد مدت ها برگشتیم به یوتیوب. فکر کنم 15-20 روزی بود من توی یوتیوب نیومده بودم، بیشتر تو اینستاگرام داشتم فعالیت میکردم و گفتم که فرصت و غنیمت بشمارم بیام و توی یوتیوب سری آدم رو قشنگ بشوریم بذاریم کنار. چند وقتی بود راجع به این سلبریتی ها و سلبریتی هایی که خودشون رو متخصص و کارشناس در همه امور میدونن راجع بهشون صحبت بکنیم. چند وقت پیش ما یک خبری رو توی اینستاگرام استوری کردیم، اونم ماجرای دستگیری بیش از 20 سلبریتی و بازیگر در مراسم تولد این چهره علی شادمان که عنوان شد که 20 تا از آدمای معروف و مشهور که حالا اینجا من میذارم اسامیشون رو شما ببینید، اینجوری رد میشه. اینا کسایی بودن که در مراسم تولد علی شادمان خیلیشون بازداشت شدن، خیلیشون بازداشت موقت شدن، خیلیشون آزاد شدن. الان وضعیت فعلیشون رو میبینید و عنوان شده که با 38 لیتر عرقسگی نیاب محمدی این دوستان رو گرفتن ریختن توی اونجا و اصطلاحاً یه سری از این افراد رو بازداشت کردن، یه عده‌شون حالا آزاد شدن، تست الکل ازشون گرفتن. خیلی از آدمای معروف و مشهور بودن و جالبه که توی این برجی که این دوستان اونجا بودن، برجی بوده که قبلا هم مهران مدیری توی این برج زندگی میکرده. خیلی از سلبریتی های دیگه اونجا بودن. برجی که لحاظ امنیتی بسیار امنیتی بالایی داره و ماموران همینطوری نمیتونن بریزن توی این برج. نکات خیلی مهمی این ویدیو داره که من حالا به شما خواهم گفت، اما قبل از اینکه حالا اسامی هم دارید این گوشه میبینید کسایی که بازداشت کردن در مراسم تولد علی شادمان، اسامی بیشتر از اینا بوده، حالا اینا به هر حال تیتروار بوده. کانال پشت پرده رو حتما سابسکرایب کنید، به کوری چشم دشمنان لایک کنید، برای دوستانتون به اشتراک بذارید، چون هر چقدر که این ویدیو بیشتر دیده بشه دشمنا بیشتر جر میخورن، رفقا بیشتر میبینن و حال و انرژی و روحیه من هم بیشتر خواهد شد. بیشتر از این براتون ویدیو خواهم ساخت. اما این برجی که علی شادمان توی اون مراسم تولد گرفته بوده یک برج فوق امنیتی بوده. مهران مدیری چندین سال توی این برج زندگی کرده بوده، مأمور داره اونجا، دم در هر کسی نمیتونه بیاد داخل و حتی اگر مأمور یا کسای دیگه بخوام وارد این برج بشن، صاحب اون گیت نگهبانی یا کسایی که اونجا هستن سریع زنگ میزنن، خبر میدن که آقا حالا هر کثافتکاری دارید میکنید، پارتی دارید میکنید، چیزای دیگه دارید انجام میدید و جمع کنید که مأمورا دارن میریزن اونجا. پس از لحاظ امنیتی اون برج یه برج خیلی خفن بود. اما نکات مهمی داره. اولا بر کسی پوشیده نیست که اصطلاحاً اون مراسم تولد رو فروختن. یعنی کسایی که در مراسم تولد علی شادمان زندگی میکردن کسایی بودن که حالا توشون نفوذی بوده و جالبه که موقعی که مامورا میخواستن برسن اون داخل یه سری مشروبات و چیزهای مختلف اومده بودن توی جاساز گذاشته بودن یا معدوم کرده بودن یا هر کار دیگه که کرده بودن، مامورا تا ریخته بودن داخل جای جاسازا رو هم بلد بودن. یعنی اون آدمی که ریخته بوده اونجا و حالا آدمایی که ریخته بودن اونجا نفوذی داشتن توی مراسم تولد علی شادمان، قابل توجه یه سری از افراد. حالا چرا اینو میگم؟ چون سید جواد هاشمی دخترباز اعلا که خودش نگاه به این قیافه مذهبیش نکنید کلا همه رو جر داده، یه ویدیو منتشر کرده و فاز حسن آقا میری گرفته و توی این ویدیو ببینید چی میگه، گوش بدید. حریم شخصی افراد محترمه. سلام به مردم دوست داشتنی ایران. یه مدتیه که دسیسه کردن بر علیه اهالی سینما، وارد حریم خصوصی خانه شخصی افراد شدن، یه تعدادی از همکاران ما رو دستگیر کردن. قانونیه، شرعیه، اصلا عرفیه؟ شما به چه اجازه‌ای به خودتون اجازه میدید یه همچین غلطی بکنید؟ از کی خط میگیرید؟ برای چی میخواد سینما رو بدنام بکنید؟ من نمیفهمم این چه دسیسه‌ایه و کی باید الان برای اینکه آبروی این افراد رفته یه حرکتی بکنه؟ چطور ممکنه به همین راحتی دو تا گناه بزرگ کردی؟ حریم شخصی افراد محترمه، این یه گناه. دوم، اسامی افراد رو به همین راحتی پخش میکنید برای اینکه آبروشون رو ببرید. خب نکات خیلی مهمی داشت این قضیه. آقای سید جواد هاشمی
میاد میگه که میخوان سینمای ایران رو خراب کنن، سینمای پاک دامنه در حال راز و نیاز. اصلا شما پاکی اصلا ریخته کف این سینمای ایران، اصلا تجاوز، اصلا سوبتاج تجاوز اصلا نداریم. تهیه کننده میذاره ترتیب فلان بازیگر عشق نداریم. خود سجاد هاشمی اصلا هیچ، همه پاک منزه. اصلا شما شفافیت یعنی پیامبرا لنگ میندازن جلوی این سلبریتی ها. خب یعنی شما جوری آقای سجاد هاشمی صحبت میکنی که انگار این جنبش میتویی که اتفاق افتاد، این شکایتایی که بازیگرای خانوم کردن، این صحبتایی که خانم کتایون ریایی کرده و این اتفاقاتی که در بدنه پر رونق سینما ایران اتفاق افتاده، بچهای کوه آلپ انجام دادن. تهیه کننده و بازیگرای سینما نبودن، اصلا مال یه جای دیگه بودن، اصلا تو این لیگ دیگه بودن، اصلا تو ایران نبودن. یعنی شما اینجوری داری صحبت میکنی. این یک. دو اینکه عزیز من، شما اول که به علی شادمان که خیانت شده شکی نیست. من آدمی هم که این ور قضیه رو میبینم اون ور قضیه رو، چه علی شادمان، چه بقیه سلبریتی ها، چه بقیه سلبریتی ها یا کسای دیگه. خب شما وقتی که مشروب بخوری بریزن اونجا، بگیرنت میندازن زندان. این یک. شلاقت میزنن. این اصلا شما نفس کار تو اون سیستم حالا اینه دیگه. شما چه آدم معمولی باشه چه غیر معمولی، چجور شما سلبریتی ها بازیگرا توی جشنواره فیلم فجر میرید، لباس میپوشید چاک سینه باز، خانومان شلوار میپوشن پاچه‌شون بیرون، تنگ باسن سینه همه چی معلوم. اونجا پلیس امنیت اخلاقی به شمایی که سلبریتیت گیر نمیده، ولی همین تیپو مردم عادی تو خیابون بزنن، مهسا امینی تو خیابون بزنن، پلیس امنیت اجتماعی و پلیس نمیدونم فلان اینا رو میگرفت، خشتکشون رو پرچم میکرد. قانون واسه شما قانون نیست، ولی واسه مردم قانونه. چجور شما هر جا میرید براتون فرش قرمز پهن میکنن و ردیف اول میشینید و سلبریتید و سلبریدید و بهتون احترام میذارن، شما این آپشنا رو میگیرید، اونا رو نمیبینید. بعد حالا یه عده میان این قوانین میخوام برای شما اجرا بکنن، شما مشکل پیش میاد براتون، مشکل پیش اومده برات کسگم. خب نمیشه یه با ما دعوا که آیه سجاد هاشمی. بعد حریم شخصی، ببین اول که بخوان حکم ورود به منزل بگیرن، تا جایی که من میدونم تو ایران باید یه 2-3 روز قبلتر بتونم مجوزش از قاضی بگیرم. همینجوری یلخی نمیتونم بیان وارد یه منزلی بشن تا جایی که من میدونم. حالا نمیدونم شاید تو ایران قانون دیگه وجود داره که پیش از این هم بوده، من نمیدونم، ولی تا جایی که هست بعد حکم ورود به منزل از 2-3 روز قبل بگیرن. معلومه که آقا ریختن اون تو، شما رو بدن لاکار. ولی خب وقتی رفتن داخل دیگه شما رو گرفتن با مشروبات و فلان دیگه، جز قانون دیگه برادر من، این شما باید رعایت بکنی. الانم نمیدونم پژمان بازقی گفته که من نمیدونم فلانم، من استعفا دادم، نمیدونم اونور اون یکی معاونش هم استعفا داده. بابا اصلا شما رو کی آورده تو بدنه سینما که بخواید استعفا بدید یا ندید؟ چون بازیگرا رو گرفتن. چجور یه آدم بدبخت بیچاره کف خیابون که اعتراض میکنه واسه نونش میفته تو زندان به عنوان زندانی سیاسی مطرح میشه، شما اعتراض برای اون نمیکنید، 4 تا استوری نمیذارید، 4 تا پست نمیذارید. حالا یه همکارتون یه عرق ناب محمدی سگی زده بدن توپ، برای اون اعتراض میکنید، استعفا میدید. دمتون گرم. بعد میاد میگی که اسامی رو دادن به بیرون. مرد حسابی به اسامی فرماندهاتون اینا دارن، تو میخوای اسامی این سلبریتی ها رو نداشته باشن؟ بعد فروختنتون از اون تو. برای همین گفتم آمار جاسازای مشروبا رو تو خونه داشتن. یعنی معلومه که خود اون بازیگرا، خود اون رفیقای علی شادمان بهش خیانت کردن. سلطان شما میگی خراب میکنن از بیرون، رفیقای خودتون دارن خراب میکنن. مسئله رو از یه زاویه دیگه ببینید، از این ور قضیه ببینید. ولی کی آمار خونه علی شادمان داشته؟ کی آمار تولد داشته؟ هر هفته خونه بازیگرا تولد و هر هفته خونه بازیگرا عرق خوری و هر هفته خونه بازیگرا اشغال، همه اینو میدونن. آقا چیز پیچیده نیست. ولی این آدم یک کینه شخصی بوده و اونجا هم موضوع، حالا یه پرونده دیگه هم براتون باز بکنم، ماجرا یک زن شوهردار بوده، توی اون پارتی بوده، شوهرش فهمیده بوده، زنگ زده بوده بیان همه رو بگیرن. اینم خواستم به شما بگم آقای جواد هاشمی و امثال شما که الکی فوز و چس روشنفکری نیایید بابا.
برای مردم. الان کلیپ اینجوری گذاشته بگه واو چقدر من آبروی مؤمن و حریم شخصی و حریم خصوصی و فلان و بیسان و معمان. این حرفای پوپولیستی دیگه الان سلطان آنتن نمیده. آیه سجاد هاشمی این حرفات، شما همون کسی بودی آیه سجاد هاشمی که من لو دادم که با تیم ملی هنرمندان رفته بودی ترکیه، همین شما عرق خورده بودی با بقیه دختربازی کرده بودی، اومدم به مردم لو دادم، زور تو چونت اومد، رفتی تو ایران از من شکایت کردی. عنایت بکنی به سرش رو، عنایت بکنی. تازه اگه خیلی رفتید گفتید ما اینترپولش رو گرفتیم، خیلی دیگه من اگه بدم دستت سرشو بدم دستت. رفته بودی شکایت کرد به خاطر اینکه من گوکاری ها و فسادا و کثافتکاری امثال شما رو کردم تو بدن سینما ایران. تو پتروشیمی و جای دیگه هم همین بوده. یعنی من آدمی هم که همه رو دارم اصلا من راجع به پتروشیمی افشاگری کردم، پیج 3.5 میلیونی رو دیلیت کردن، $200,000 پول داده بودن، رفتن تو پیج من رو دیلیت کردن تو اینستاگرام. دیگه داداش کجای کاری شما دیگه من بیام حرف بزنم یه حرفا تاوان دادم داشتید. پیج 3.5 میلیونیم رفت دیلیت شد، 50 بار پیج قبلیم دیلیت شد. تو نمیتونی به چوسی بیا اینجوری برای مردم حرفای پوپولیستی بزنی. تو خودت اصلا شخصیتت باگ داره، خودت همه اولتر و اشرتری. اگر ولش کن. واسه خواستم بگم که ختم کردم توی یه خط. علی شادمان و رفیقاش فروختن. یه زن شوهردارم تو اون مراسم بوده که پیچونده بوده شوهرش، رفته بوده با یکی از این سلبریتی ها، آمار و جاساز مشروبای الکلی هم داشتن، می‌خواستن بدنش لاکار و لادر. تموم شده رفتن. همین خط خواستم در جریان قرارتون بدم. خیلی مخلصیم دیگه، هم چوسی نه آقای سجاد هاشمی، چاکریم، مخلصیم. حال کردید ویدیو برای دوستان خودتون بفرستید. خیلی مخلصیم.